امروز رفتم سر قفسه پارچه‌ام، دیدم 2 تیکه پارچه دارم. چیکار کنم؟ باشون کلاه فرانسوی بدوزم. برای دوخت کلاه فرانسوی میان یه دایره به قطر 28 سانتی متر میکشین. اگه شما مثل من پارچه‌تون تیکه تیکه نیست و یک دسته، میتونی یه دایره کامل بکشین، ولی خب من مجبور شدم 4 تا تیکه کنم دایره رو و اینجوری ببرم. بعدش 4 تا تیکه رو به هم میدوزم و این میشه بالای کلاهم. یه همچین چیزی بهمون میده. حالا برای اینکه لبه زیری کلاه بدوزید با همون پارچه، حالا من یه پارچه دیگه استفاده کردم، یه دایره دیگه به قطر 28 سانتی متر میکشید. فقط این دفعه باید یه دایره کوچیک‌تر به قطر 13 سانت از توش جدا کنید. که همچین چیزی باید ازش در بیاد. برای اینکه لبه دور سرمون رو بدوزیم، چون پارچه من کشیه، میام یه نوار به طول 50 سانت و به عرض 7 سانت میکشم. حالا شما اگه پارچه‌تون کشی نیست، باید دور سرتون اندازه بگیرید که به همون اندازه ببرید. لبه هاشو به هم میدوزم. دایره دومی که بریدیم رو به این شکل به دایره اولمون وصل کنیم. حالا نواری که دوختیم رو به لبه های دایره دومی وصل میکنیم و این میشه دهانه کلاهمون. و همچین چیزی به دست میاد. فقط پیشنهادم اینه اگه خواستین خودتون بدوزین با پارچه فوتر یا کشمیر امتحانش کنین که قشنگ روی سرتون بشینه. من که خیلی ازش خوشم آمد. شما چطور؟